درود به شما عزیزای دل. امروز اومدیم با یک انرژی خوانی محبوب شما عزیزان در مورد این که ببینیم شخص احساسی با رقیب در چه حاله. آیا حالش خوبه یا داره نقش بازی میکنه؟ ببینیم رابطه به کجا میرسه. یک فضولی داشته باشیم توی کار این زوج، ببینیم که به کجا میخوان این دو نفر برسن. خب دوستای عزیز، برای اینکه با ما همسو و همراه شین لطفاً سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارین برای ما و این پست رو برای افرادی که علاقه به انرژی خوانی دارن شیر کنید. خب با هم همراه شین. بسم الله الرحمن الرحیم. زمزمه کنید ببینیم چی میخواد بین این دو زوج پیش بیاد، بین رقیب و کیس احساسیش. ببینین شما این خانومی هست که خیلی صبوره، خیلی مهربونه. انگار با صبوری، با متانت، با آرامش خاطر در 3 وعده این خانم صبوری رو داشته تا تونسته با این آقا مچ شه. یعنی اینکه به راحتی این آقا رو به دست نیاورده. 3 بار درخواست داده، 3 سال منتظر بوده، درخواست هایی که مرتب داده شده و رد شده، ولی انگار صبوری این خانم در آخر باعث شده که مچ این آقا رو بگیره و این آقا رو به سمت خودش روانه کنه. خب حالا میخوایم ببینیم الان ارتباطشون با این آقا به چه صورته. خب ببینین الان در حال حاضر چیزی رو که من میبینم دوستان، ارتباط این دو فرد در حال حاضر با هم خیلی خوبه. آقا فقط به خاطر حضور مثلا کات با شما یه کوچولو افسردگی و ناراحتی داره، گوشیگیر شده. حال آقا حال خوبی نیست، ولی حال خانم خیلی خوبه. خانم بسیار کودک درونش فعاله، بسیار مهربونه، شیطونه. چنین چیز شیطنت در رابطه رو من زیاد برای این خانم میبینم، ولی چیزی که در رابطه این خانم من میبینم یک پنهونکاری رو که انگار آقا مچ این خانم رو در یک زمینه بگیره که باعث کاتی و دعوا و دلخوری این خانم میشه. یعنی اینکه پس میتونیم بگیم در حال حاضر ارتباط اوکیه، مشکلی بین اینا نیست، ولی اینکه یک پنهونکاری، یک کاری رقیب شما انجام میده که انگار من که تفسیر و شهودم اینو میگه، این آقا مچ این خانم رو میگیره و باعث کاتی و نابود شدن این رابطه میشه. ببینیم این آقا به سمت شما برگشت داره بعد از کاتی با این کیس مورد نظر رقیب. ببینین آقا از همین الانم داره شما رو چک میکنه، داره دست گریخته گوشی رو دست میگیره، میخواد یک پیام بده ولی انگار ترس داره. مثلا میترسه دوباره شما حرف رقیب رو پیش بکشین، دوباره جنگ و دعوا بشه، دلخوری پیش بیاد. چیزی رو که من میبینم میتونم بگم که بله، پیام هست، تکس هست، تماس هست، ولی تماس و پیامی رو که دریافت میکنین آنچنان محبت آمیز نیست. یعنی اون تماس و چت و چی به دعوا و دلخوری تبدیل میشه. یک جورایی دوباره با هم میپرید، ولی سعی کنید در زمان تماس اگه اونجوری یک جوری به آرامش برسید و جواب بدین، انشاءالله آشتیه رو دارین. و چیزی رو که میبینم در کل که دوستان خیلی میخواستم ببینن حال روزش با رقیب در چه حاله. ببینید اون دوستان آنچنان عشق و عاشقی من در رابطه این افراد نمیبینم. فقط میگم تکرار درخواست ها، درخواست دادن، وارد ارتباط شدن به آقا زیاد بوده. آقا هم درخواست رو پذیرفته، ولی این که من بگم کارتی رو که میبینم 100% عشق و عاشقی باشه، نه. فقط خانم با شیطنت و با کارهایی که اشوه و نازی که برای آقا آورده، حالا یک کوچولو ارتباط رو تونسته توی دستش بگیره، ولی در آخر کاتی رابطه رو میبینیم. خیالتون راحت باشه و برگشت هم هست، مگر اینکه دیگه خودتون بخواین با شمشیر رو از روح ببندین، با آقا دعوا و بحث و دلخوری رو داشته باشین. در غیر این صورت آشتی رو انشاءالله هستش، تماس هستش. پس موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.